مهمونا اومدن. چی؟ من که نیستم. منم نیستم. منم خونه نیستم. با دختری که من میگم ازدواج کنی. بله؟ نه خیر، ولی میخوام دختر بابک زنجانی رو برات بگیرم اگه اینجوریه که حله. سلام بابک جون، اومدم دخترتو برای پسرم خواستگاری کنم. بله؟ نه خیر، ولی پسرم رئیس بانک مرکزیه ها. اگه اینجوریه که حله. سلام اوستا، اومدم که پسرمو به عنوان رئیس بانک مرکزی استخدام کنی. بله؟ نه خیر، ولی پسرم داماد بابک زنجانیه ها. اگه اینجوریه که حله. زندگیم شده همش کار زندگی تکراری، هر روز بیا سر این کار لعنتی. الان من بعد پیش زنم میبودم، الحمدلله که باز کار دارم، سر کارم، 4 ساعت بدنم سالم، کاسه چه کنم جلوی مهمون نمیبینم. اصلا کار جوهر مرد.